مولاي یا مولاي انت الخالق. اگه خدا منو دوست نداشت چرا خلقم کرد؟ و هل یرحم المخلوق الا الخالق. تو مال خدایی، خدا نمیشه به تو علاقه نداشته باشه. شیطون اومد تو دلت گفت خدا دیگه نگات نمیکنه، همونجا بگو اگه خدا منو دوست نداشت چرا خلقم کرد؟ یه قدری سختی میبینن دیگه میگن خدا ما رو دوست نداره. بابا خدا به چه زبونی بگه من تو رو دوست دارم؟ قرآن رو باز کن، 102 بار فقط کلمه غفور و رحیم رو کنار هم آورده. یعنی بنده های گناهکار من خیلی بخشندم، رحیمم هستم، دوست دارم. باز میکنی قرآن و هی میگه یحب التوابین یحب المتطهرین یحب. خدا هیچ عاشقی به معشوقش اینقدر ابراز علاقه نکرده. خدا هیچ عاشقی به معشوقش اینقدر ابراز علاقه نکرده. چقدر میگی دوست دارم؟ شما یک شاعر رو پیدا بکنید یه شعر بگه، بچه‌تون میگی بچه منه، این شعر منه، هرچی هم عیب و نقص داره ولی چون مال توست دوستش داری، فعل توست، علاقه بهش داری. اصلا ضرب المثل شده، هیچ کی نمیگه ماست من ترشه چون مال منه. مخلوق خدایی، حواست هست، تو فعل خدایی، تو صنعت دست خدایی، تو مال خدایی. خدا نمیشه به تو علاقه نداشته باشه، هر عیب و نقصی هم داشته باشی. تو مال خدایی، خدا نمیشه به تو علاقه نداشته. نوح پیغمبر شغلش کوزه‌گری بود. نوح رو برای این نوح نامیدند، از بس ناله کرد بعد از این اتفاق. جبرئیل بعد از این که نوح قومش رو نفرین کرد و اون عذاب آنچنانی نازل شد، می اومد در مغازه نوح پیغمبر، هر روز یک کوزه می خرید، جلو چشم نوح می زد و میشکون. به شکل یک انسانی در آمده بود، هر رو کارش این بود. بعد چند روز نوح پیغمبر گفت تو می خری این کوزه ها رو چرا جلو چشم من میشکنی؟ گفت مال خودمه، خریدم، پولشو دادم. گفت درسته مال توست اما صنعت دست منه، جلو چشم من نشکن، دلم میسوزه. جبرئیل گفت یا نوح، او بنده هایی که تو نفرین کردی درست خیلی گناهکار بودند اما صنعت دست خدا بودند. تو مال خدایی، خدا نمیشه به تو علاقه نداشته باشه. طبیب من، دوای من، خدای من، ذکر من، ناله من، دعای من، خدای من. تو مرا صدا زدی، بنده من، من تو را صدا زنم، خدای من، خدای من.